میکنم. حالا ببینم اگه نمیشناسید بشناسید، اگه میشناختید خوب شناختید. اومدیم با یک ویدیوی جدید جذاب عالی try not to laugh. البته با ایشون قراره تو دهنم نگهش دارم اگه بتونم. لایک و کامنت ساب فراموش نشه. نمیدونم چرا ولی فکر میکنم قراره پاره بشم. خب دوباره تاکید میکنم لایک و کامنت ساب فراموش نشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. آی دکتر خسته نباشه. سلام بس. مو ازم صبح کلا حس بویایی مسکار افتیاهی معافی مو رو بی زحمت اقدام کوفت است. قاسمی جان اون قوطی شماره 3 رو بیار. بله. چیش هست دکتری؟ مصرف کن. چیش؟ دکتری پشکله که دیدی استه بویاییت کار میکنه. پاشو گم شو برو سر خدمت. آی دکتر خسته نباشه. واسه که نمیدونم در جریان هست دیشب خمپاره بزنه. خمپاره بخور دمرد ما. همال کلا حافظم اصلا نیست. میکنم. قاسمی جان قوطی شماره 3 رو بیار. دکتر رو که پشکل است که رو چیکار میخوای بگی ما؟ نگفتیم اگه حافظت از دست دادی. نه پشکل فقط ببین، یادمه. آی دکتر سلام. سلام. چرا لهجه‌ت عوض شده؟ آی دکتر من خودم عوض شدم. اصلا یه چند وقتی خیلی مهربون شدم. میشه معافم کنید یه موقع خدای نکرده اصلا همون ندم به آدم بعدا. لطیف شدی آره. آره. باشه عزیزم من یه دارو بهت میدم بخور خوب نشدی معافت میکنم. مرسی دکتر. قاسمی جان قوطی شماره 3 رو بیار. برو رو قطی شماره 3 پشکل نره دیگه ول کن دیگه قطی نه مگه به حاجی با این وضعیت پیش بره خونه سخت میگم سخت آب برمیداره با این وضعیت. بریم ویدیو بعد. میگفت آره خلاصه یه بار رفته بودم جون لباتو. سلام بفرمایید. سلام آقا خوبی؟ آقا جانم. شامپو داری؟ برای خودت میخوای؟ زهر ما شامپو بدن منظورمه. اذیت نکن دیگه. میدم این آقا کچله بخورتت ها. باشه غلط کردم ببخش. یه بار دیگه اذیتم بکن بدم این کچله بخورتت. ای بابا برقا چرا رفت؟ اشکال نداره بابا تو داداشمونو داریم غم نداریم. مهتابی رو روشن کن. تو هموم آب داغو باز میکنی 5 روز طول میکشه تا یه ذره گرم شه. حالا تو دستشویی یه لحظه اشتباهی دستت میخوره آب داغ باز میشه تو 300 ثانیه به 120 درجه سانتیگراد میرسه. دارم لباسشو روشن میکنم. جورابت خیلی بو میده. میرم بو بده. گل میدهی. بچه فقط چیزش نگاه کنیم. اون یارو تلویزیونه. حالا بزنین عقب چون من بزنم عقب دوباره پخشش کنم کپی رایت محسوب میشه. فقط طور جان من اون تلویزیون یارو افتاد. خیلی بال بودی قسمتش. خودم نگیرفت زیاد. خدا آقا محمد خدا به صبر بده داداش. چرا؟ لباسی که تنش بود دیدی؟ آره. براش خریدم 4500. خب به من چه؟ پوشیده رفته خونه شما. یا ابوالفضل دردونه سوال اون چیه که زنا میدن مردا میکنن؟ مشخصه دیگه دق. آفرین. حالا اون چیه که مردا میدن زنا میخورن؟ هرس. حالا اون چیه که مردا در میارن زنا میخورن؟ مشخصه پول. حالا اون چیه که زنا باز میکنن مردا میذارن توش؟ حساب بانکی. آفرین. اون چیه که زنا میدن مردا میخورن؟ مشخصه غذا. حاجی با این حساب باشه که من کلا همه رو اشتباه گفتم. Do that too, daddy. بچه راحت تو که جمعش کار داد یه جیغ داد بکنی آره.
baraj yolu. Baraj yolu iller bak. نه نه احیانا کمک لازم نری؟ نه اصلا جریان چیزه؟ والا این کلیدم مانده تو ماشین قفل شده دارم در قفل سازی سازی ها؟ ماشین تو نه؟ حرامزاده دارد. شما هم بزنید دیدم مال شما چه صدایی میده. شلوارتو بکش بالا حرومزاده. بعض خونه رو نگاه فقط به تخمم. بچه ما اومدیم بیرون، یعنی دم در خونمونیم، اومدیم یه چیزی بهتون نشون بدیم خیلی جالبه. ببینید به کارهای خاک برسری که اینا دارن انجام میدن کاری ندارم، فقط نگاه اینو شکست عشقی خورد. آقای هاشمی کی رو میخواستی؟ هاشمی رو میخواستم. تو هاشمی هستی؟ آقای هاشمی که ما هاشمی نداریم اینجا. خب کیرم تو دهن سگ افغانت بره. 1 ساعت ما رسول کردی بگو اشتباه گرفتی دیگه. تو مرفوش میده کونکش که زنگ زدیم بار چنده میتیم شب تماس بگیره هاشمی که کونکش هاشمی کونی یجست تا میکنیم کوچکش پدر سا کیریم تو کوس خنده میکنی کی. بچه این خیلی وقت پیشم پخش شد. چی میگه؟ بله قربان بله موجود اتفاقا. این چیه؟ توی ببخشید فکر کنم یه کارتون خواب اومده اینجا اتراق کرده مثلا. احمد. بله واکسن خورده جای دستشویش هم بلده. ببین فقط گشنش بشه جر میده، کلا حیوان آرومیه، همون غذا خشکم بدین میخوره. بذار بپرسم شناسنامه داری؟ کجا بودی تو الان؟ باشگاه بودم دیگه. اسکل حس نمی‌کنی استوری تو باشگاه خاص شده؟ استوری نذاشتم من امروز. چرا دیگه ایناهاش؟ هر بابا گفت آماده شو شب یکی از آشناها داره میاد خواستگاریت خبرت. واقعا؟ آره متاسفانه. بابا اسمی عکسی همینجوری که نمیشه اصلا کیه؟ عکسشو من دارم اتفاقا. ایناها خیلی بیشوری بابا آشغال. فکر کردی ازدواج کردی و عروس شدی و خونه زندگی و شوی و پول و اینا. نه تو سر راهی کی میگیره؟ تو بچه بودی سیاه بودی چی شدی و بزرگ شدی سفید شدی؟ یه ذره عجیبه این موضوع. از کجا میدونی؟ فیلم تو مامان فرستاد اینها. یادش بخیر مامان که تو رو حامله بود اولین بار که رفتیم سونوگرافی، توی سونوگرافی که دیدمت حس کردم منم خواهر دارم، منم غمخوار دارم. هنوز عکس سونوگرافی تو دارم نگه داشتم. خیلی کوشم. اینجاست اینا. میمون بخواب بزنم. چیه اون؟ آمپول هاری تو دیگه. یاد روزی افتادم که دماغ تو عمل کردی. دکترت یه چیزی بهم گفت ولی ازم خواست بهت نگم. کی؟ اون موقع که بیهوش بودی. چی گفت؟ اینو داد. این چیه؟ اضافه دماغته. گفت با این یه فیلو میتونید پیوند خورتون کنید. نفهمه بیشوره ازگل. مامان! بیا با کجا میری؟ بیا چند وقت غذا درست نکردیم. رفیقام مسخرم میکنن. ای بابا چرا؟ بهم میگن کیرت خیلی کوچیکه. خب شاید واقعا کوچیکه. نه بابا خیلی هم بزرگه، شاید باورت نشه ولی 5 سانته. میخوامت دارم تو رو نیازت نبود مثل درایه اقدر دوست دختر دارم اقدر دارم تنها
خب بچه ها ویدیوها تموم شد، واقعا پاره شدم، تک تکش فکر کنم خندیدم. حالا یکی دو تا شاید مثلا داخلش نخندیدم، ولی خب 20 تا ویدیو بود. 20 تا بود دیگه. آره 20 تا بود تقریبا. من تک تکش خندیدم. لایک و کامنت صاف فراموش نشه دورتون بگردم. نیاز نیست که دور و برت پر باشه، همون چند نفری که هستن آدم باشن کافیه. جهنم میبینم تو.